گاهی فقط یک جمله کوتاه از دل قرآن میتونه سرنوشتت رو عوض کنه. اگر امشب قبل از خواب این ذکر رو بخونی، ممکنه فردا صبح در بسته‌ای که سالها جلوت بوده بی صدا باز بشه. نه جادوست، نه خرافه، بلکه رازی است که خیلی ها از کنارش رد شدند و نفهمیدند چه گنجی در دستشون بوده. امشب میخوام اون رو به تو بدم. همه ما در زندگیمون حداقل یک قفل داریم، یک قفل که سالها باز نشده. قفل رزق، قفل ازدواج، قفل آرامش، قفل دل، قفل گرهی که هر چه زور میزنیم باز نمیشه. بعضیها برای باز کردن این قفل‌ها سالها میدوند، هزینه میکنند، دنبال آدم‌ها میروند، دنبال واسطه‌ها، اما گاهی کلید همان قفل در جیب خودمان بوده و ما ندیده ایم. امروز میخوام دعایی رو به تو یاد بدم که به آن ذکر گشایش بزرگ میگن. ذکری که اگر با نیت خالص خونده بشه میتونه قفل‌هایی رو باز کنه که حتی فکرش رو هم نمی کنی. این ذکر از دل قرآنه، از سوره‌ای که نامش خودش پیام داره، سوره فتح. کلمه‌ای که خداوند در آن آیه استفاده میکنه فقط به معنی یک پیروزی کوچک نیست. فتح مبین یعنی گشایش روشن، گشایش آشکار، گشایشی که شک در آن نیست. ذکر این است: انا فتحنا لک فتحا مبینا. ما برای تو گشایشی آشکار قرار داده ایم. دقت کن، خدا نمیگه شاید، نمیگه اگر، نمیگه ممکن است، میگه ما گشودیم. گاهی مسئله این نیست که در باز نمیشه، مسئله اینه که ما باور نکردیم باز شده. اجازه بده یک سوال از تو بپرسم. اگر واقعاً باور داشتی که خدا برات گشایش قرار داده، آیا هنوز اینقدر مضطرب بودی؟ اگر مطمئن بودی که پشت این سختی یک فتح مبین پنهان هست، آیا اینقدر ناامید می شدی؟ گاهی ذکر خواندن برای تغییر خدا نیست، برای تغییر حال ماست. وقتی این جمله رو تکرار می‌کنی، در واقع داری به روحت یادآوری می‌کنی خدا راه را باز کرده، من فقط باید قدم بردارم. حالا روش انجام این ذکر رو با هم یاد می‌گیریم. امشب یا هر زمانی که دلت شکست یا وقتی احساس کردی درها بسته اند، اول وضو بگیر، چند لحظه آرام بنشین، گوشی را کنار بگذار، نور را کم کن، چشمانت را ببند، یک نیت ساده کن. لازم نیست جملات سخت بگویی، فقط بگو خدایا این ذکر را برای گشایش زندگیم میخوانم، اگر به صلاح من است درها را باز کن. بعد 41 بار بگو انا فتحنا لک فتحا مبینا. آرام، با حضور قلب، نه با عجله. و هر بار که میگویی در ذهنت یک در بزرگ را تصور کن، در سنگین، قدیمی، با قفل‌های زیاد. و با هر بار تکرار یکی از آن قفل‌ها با صدای ظریفی باز می شود تا وقتی آخرین قفل می افتد و در آرام باز می شود.
و پشت آن نوری هست که مستقیم به صورتت میتابد. این تصویرسازی ساده ذهن و روحت را همسو می کند، باور را فعال می کند و باور نیمی از معجزه است. اما یه روش دیگه هم هست که بزرگان به آن توصیه کردند. جمعه شب یا شبی که دلت خیلی گرفته 41 دانه خرما یا گندم یا هر خوراکی پاکی که نیت صدقه داره بردار، با وضو بنشین، روی هر دانه یک بار این ذکر را بخوان و فوت کن. وقتی تمام شد آنها را به نیت گشایش بین نیازمندان یا حتی پرندگان تقسیم کن. چرا این کار مهمه؟ چون تو 3 چیز را با هم جمع می کنی: ذکر، نیت، بخشش. و خدا وعده داده کسی که میبخشد درهای بیشتری به رویش باز می شود. گاهی قفل زندگی ما با کلید بخشیدن باز می شود، نگرفتن. میدانم شاید الان داری این ویدیو رو میبینی خیلی خسته ای، شاید قرض داری، شاید دلت شکسته، شاید از تأخیر در ازدواج خسته شدی، شاید حس میکنی بدشانسی دست از سرت بر نمیدارد. اما یک چیز را بدان، تو رها نشده ای. اگر رها شده بودی الان اینجا نبودی، الان این کلمات را نمی شنیدی. گاهی خدا ما را به آخر خط می رساند تا بفهمیم خط پایان نیست، شروع تسلیم است و وقتی تسلیم شدی فتح می آید. نه همیشه فوری، نه همیشه آنطور که می خواهی، اما دقیقاً آنطور که باید. ذکر فتح المبین فقط برای پول و ازدواج نیست. گاهی بزرگترین قفل ترس ماست، خود کمبینی ماست، نبخشیدن خودمان است. وقتی این ذکر را میخوانی از خدا بخواه اول قفل درونت را باز کند، چون وقتی درونت باز شد جهان بیرون هم تغییر میکند. حالا از تو میخواهم اگر این ذکر را شروع کردی آن را جدی بگیری. 41 روز مداوم، 41 بار بخوان، نه برای امتحان کردن خدا بلکه برای نزدیکتر شدن به او. و بعد از این ویدیو یک کامنت بنویس: من به فتح مبین ایمان دارم. نه برای من، برای خودت، تا اعلام کنی که دیگر قرار نیست با ترس زندگی کنی. اگر این ویدیو به دلت نشست آن را برای کسی بفرست که میدانی درگیر یک قفل است. شاید همین ویدیو کلید زندگی او باشد. و یادت باشد خدا نگفت زندگی بی قفل است، اما قول داد کلید را داده. امیدوارم هر جا که هستی درهای بسته یکی یکی باز شوند و نور گشایش خانه دلت را روشن کند. و به یاد داشته باش فتح نزدیکتر از چیزی است که فکر می‌کنی. تا ویدیوی دیگر از کانال راز معجزات قرآن تمام شما دوستانم را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی حق نگهدار.